اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که رسول اکرم از دنیا گذشتند، ابوبکر میگوید من برای طهارت کردن به خانه رفتم. این زمان بود که میگوید دروازه من تق تق شد. یک شخص نزد دروازه فریاد میزند ابوبکر. وقتی میبرایم چی هست، چی گپ است، نگاه میکنم چهره این انسان البته چهره گویم که ترسواره هست و آوازش کنده کنده میبراید، سخنرانی کردن میتواند. گفتم بگو چی خواست داری، چی درخواست داری؟ گفت ابوبکر حبیب خدا از دنیا گذشت. ابوبکر میگوید وقتی که این سخن شنیدم دیگر این اون جسارتی که ابوبکر صدیق داشت، میگوید دیگر پام از زمین کندن نمیتوانستم. به معلم ماندم، به نصیحت کننده ماندم، از جای خود خیستم. میگوید چگونه؟ میگوید به خانه حبیب خدا رفتم، به خدا قسم میگوید فکر میکردم که زمین اطراف من دور میگردد و همچنان بود میگوید که گویا که آسمان نمیبینم. آمدم به خانه معلم. یک زمانی جدایی که از او شدم جان به حق تسلیم کردم. نگاه کردم یک چادر بالای حضرت پرتافتند. عایشه صدیقه در یک کنار نشسته. دیگر طاقت نکردم، چادر را بیرون کردم و خودم را حواله بر روی رسول اکرم کردم و بوی کردم. گفتم ای حبیب خدا، در حیاتم خوشبوی بودی، در وفاتم خوشبوی هستی. و او را میگوید آخرام بوسه از پیشانی حضرت کردم و چادر را در بالای ایشان کشیدم. زمان وقت میگوید به خانه معلم حبیب خدا در آمدم، مسلمان ها اطراف خانه پیغمبر را فرا گرفتند، همگی در زمین افتیدگی بیهوش بودند. کدامش داد میزند، کدامش بیهوش است. حضرت عمر میگوید ابوبکر در بیرون کوچه دیدم با این قدر غیرت شمشیر را کشیده است. میگوید کسی گوید محمد مرده است، قسم به خدا با این شمشیر سرش جدا میکنم، محمد نمرده است. این حالت میگوید مشاهده کردم و دیدم که مسلمان ها رو حق داده نشوند، بیرون خانه شدم. تمام مسلمان ها را جمع کردم. گفتم ای مردم مسلمان، کسی که تا امروز محمد را عبادت میکرد محمد مرد، لیکن کسی که خدا را عبادت میکرد خداوند هرگز نمیمرد. اگر چند میگوید زبانم نمیگشت که حتی گویم رسول اکرم مرد، همین به خدا قسم زبانم گفته نمیتوانید. لیکن برای روحیه مردم مسلمان شکسته نشود، برای مردم اعلام کردم. در حال میگوید مصلحت کردم، فریاد زدم، آن یاران پیغمبر خدا را، آن اصحاب رسول اکرم را همگی را فریاد زدم، مشورت کردیم چگونه تکفین و تجهیز رسول اکرم انجام گیرد. اینا چگونه کردن در کار؟ جنازه اینا کی میخواند؟ جنازه این در کجا میشود؟ اینا که تولدش مکه مکرمه از جان در مدینه سپارید است، مکه بریم یا شام نزد حضرت ابراهیم بریم که همیشه ابراهیم یاد میکرد، کجا بریم؟ اختلاف در بین مسلمان ها سر زد. کسی نمیداند که با رسول اکرم چگونه معامله کنند. همه یکدیگر را گم کردند. ناچار میگوید حضرت عمر گفتند، ابوبکر گفتند بیاید، گفتم پیشنهاد دارم، پیش از آنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خاک سپاریم، پیش از جنازه ایشا باید خلیفه اعلام کنیم. ابوبکر میگوید قبول کردم. در حال نگاه کردم که در اطرافهای مدینه گرد حمایی ها جمع شده بودند. هر یک آدم یک نفری را پیشنهاد میکرد. مردم مدینه میگفت که یک نفر از ما میشود، یک نفر از مکه مکرمه میشود.
دو تا خلیفه اعلان بکنیم. لیکن خدا رحمت کند حضرت عمر رضی الله عنه را جسارت و غیرت ایشان هیچ طاقت نکردند. گفتن نه، گفتن شما میدانید که افضل ترین انسان رسول اکرم بعد خودش ابوبکر اعلام کرده بود. شما میدانید که در یکی از ستونهای دین که نماز است و این شعار اسلام ما بود، رسول اکرم کی را توصیه دادند؟ گفتن ابوبکر را. پس مادامی که در ستون دین در یکی از عبادت‌های خیلی مهم مسلمان ها ابوبکر که پیش در آمده باشد، پس باید که در احکام دنیوی ما هم ابوبکر سروری کند. مقصد وقتی اعلام حضرت عایشه میگوید لطه را تر میکردیم، بالای پیشانی پیغمبر میگذاشتیم و رسول الله میگفت اللهم اعین علی سکرات الموت و غمرات الموت. پروردگارا بر من سختی و مشقت مرگ آسان بکن. میگه رسول اکرم فقط و فقط دعاش در دم آخر همین بود. حضرت ادریس که این قصه قرآنی است که زنده به جنت رفتگی هست، وقتی میگه بی نهایت کار میکرد، بسیار زمین در کار میکرد. عزرائیل میگه چنان ذوقش میآمد کار ادریس میدید. روز میگه از جانب خداوند اجازت گرفت که همین پیغمبری تو را من زیارت کنم و بی نهایت که عبادت زیاد داشت، میخواست که عبادت ادریس تماشا کند. وقتی میگه و هو کان صائم الدهر، میگه صاحب کتاب ادریس میگه دائما روزدار بود. باز از جنت میگه یک مقدار طعام میگه عزرائیل گرفت خانه ادریس آمد نشست و ادریس میگه اول نشناخت، طعامی که آورده بود تناول کرد. از بین میگه قریب 4 روز گذشت، نه میخورد نه طاعت عبادت میکند. ادریس که آداب مهمانداری را میدانست پرسانش کرد تو آیا بشر هستی؟ تو آیا از تخم انسان هستی؟ گفت نه من از تخم انسان نیستم، من برادر تو عزرائیل هستم. ادریس با مجرد شنیدن عزرائیل گفت تو قابض روح هستی؟ تو قبض کننده جانها تو هستی؟ گفت بله من هستم. گفت این 4 روز تو در خانه من بودی، آیا تو کسی را جانش قبض کردی؟ میگه حضرت گفتند ارواح الخلق عندي كالمائده اتناولها كما تتناول اللقمه. ادریس گفت جان تمام مردم گو در نزد من به منزله یک دسترخوان است. چگونه ای که از هر جاش تو یک لقمه را میگیری میخوری، این جان تمام مردم در روی دسترخوان است در نزد من. کدامش تا که امر شد همون زمان میگیرم. تا امروز چندین هزار جان شا گرفتیم. من خود گفت جان میگیرم، فقط کشیش جان بر نماینده های من، به خدمتگارهای من وابسته است. اونها میکشند تا حلق میارن و من جانم میگیرم. این گفت به همین منزله است که برای من هیچ مشکلاتی نداره. میگه ادریس گفت عزرائیل گفت تو برادر من هستی، من هم مرگ را چشیدن نمی شود، زیرا خدا گفت از همه نفس باید مرگ بچشد. لیکن من خدا را دوست می‌دارم، ذکر خدا را دوست می‌دارم. می‌خواهم که ابدی زنده باشم و فقط در ذکر خدا باشم. وقتی جان مرا گرفتی تو یک بار دیگه به سوی خدا باز دعا و تضرع کن، مرا جان دوباره بده. میگه عهد کردن. وقتی که بعد چند مدتی آمده جان ادریس میگه گرفت و حضرت عزرائیل گفت خدایا، گفت این بنده به سوی تو هم دعا کرده بود، از ما هم تضرع و زاری کرده بود که جانی دوبارهش بتیم. چی می شود؟ این ذکری تر دوست می داشته است، عبادتی تر دوست می داشته است. خدا که در ازل ادریس کشیده بود جانی دوباره رو میگه به ادریس داد. ادریس وقتی میگه از خواب مثل که بیدار میشه، عزرائیل نزد خود دید، گفت برادر عزرائیل گفت این چی دهشت بود که تو بر من روا کردی. گفت ادریس گفت الرفق الذي فعلت بك
ما فعلت علی احد قط. ادریس گفت چنان مهربانی در وقت جان گرفتن بر تو کردم که چنین مهربانی را برای هیچ پیغمبر پیش از تو نکرده بودم. چگونه معامله کردم؟ حضرت ادریس گفتن آیا به تو وصف کنم، بیان کنم که چگونه جانم دادم؟ گفت بیان کن. گفت این الحیوان اذا انسخل جلده و هو حی فمرارته اشد منه. میگه ادریس گفت ملک الموت گفت جانت از بدن من چنان گرفتی که وقتی که یک حیوان زنده باشد و او را زنده به زنده گفت پوستش میکنند و چگونه درد پیدا میکند، همون درد گفت 1000 مراتبه دیگر گفت با زیادتر. از اون دیده گفت چیشید این جان کندنی من گفت بر من سخت آمد. حالان که عزرائیل چی گفتن؟ من گفت مهربانی بر تو کردم. حضرت عیسی را خدا رحمت کند که یکی از معجزه هاش این بود که مرده 1000 ساله را زنده میکرد. بعد باورش میکردن که این پیغمبر است. وقتی میگه قومش گفتن عیسی گفتن تو هر مرده ای که زنده کردی مرده های همین 500 ساله و 1000 ساله بودن. ما یک مرده میدانیم به نهایت قدیم است، اگر همون را زنده بکنی ما تو را باور میکنیم. البته قوم سرسخت حضرت عیسی گفتن میلش کدام مرده نباشد با اذن الهی انشاءالله زنده می شود. من چی گویم از تولایش که چیست، خشک چوبه در فراق او گریست. من مقصد برای شما چی بیان کنم در گرد این آفتاب تابان؟ چی گویم که وقتی که خشک چوبه در فراق او گریست، وقتی یک خشک چوب وقتی با از معجزه های پیغمبری نازنین مان از حیات حضرت که وقتی منبر حضرت عوض شد و آن تکیه که بر یک کنده خرما داشت وقتی جای خودش عوض کرد، این کنده این چوب خرما از جدا شدن پیغمبر از فراق پیغمبر گریه کردند. حتی در حدیث آمده است که صدای گریه این کنده خرما را توده مردم نمازگزار شنیدند تا زمانی که حضرت آمد دستش در بالای چوب گذاشت حضرت خاموش ماند. بعضی عزیزان خدا می گفت اگر به شرط حبیب خدا دستش بالای همین کنده نمی گذاشت و نمی گفت که خاموش باش، همین کنده تا روز قیامت گریه می کرد. از این لحاظ برادرای عزیز محمد اقبال لاهوری میگوید چی گویم در گرد یک شخصیتی که چوب در حق او گریه میکردن. یا از معجزه های حضرت میگد میگذشت در کوچه های مکه سنگ ها با او سلام میدادن. حتی میگه سنگ را یاد دارم که پیش از نبوتم مرا سلام میداد. از این لحاظ است که من میگویم اگر همگان ما در گرد حضرت صحبت هم که کنیم، ما از آن چیزی که خواهیم سیر شویم، برادرای عزیز ما سیر نمیشیم. حضرت مولانا جلال الدین رومی که یکی از عاشقان حبیب خدا بود، این عزیز خدا می گفت از چون به شأنش موسی نگاه کرد، شدن از امتش تمنا کرد. حتی حضرت موسی هم که میگه از آن احترام و اکرامی که حضرت پیش الله دارد وقتی نگاه کرد، از امت بودن پیغمبرم تمنا کرد. ما الحمدلله رب العالمین که چی بنده های خدا داده هستیم. برادرای عزیز قسم به بزرگی خدا ما بسیار بندگان خدا داده هستیم. چگونه ای که خدامان گاه میستیم میگیم خوش به حال
خوشا چشمی که دیده در جهان روی محمد را، خوش میگیم به حال همون اصحابی که چهره زیبای پیغمبر را دیدن، دستشون در دست زیبای پیغمبر گذاشتن. ما هم میگیم الحمدلله رب العالمین که امت این پیغمبر نازنین هستی. اینش دم جای برادرای عزیز سپاسگزاری است، جای شکرگزاری است که ما امت چنین پیغمبر نازنینی هستیم. از این لحاظ شکرگزاری این هم برادرای عزیز، چند روزهایی که در بعضی محفل ها می نشینیم، داملوهای عزیز یک آیت بسیار معناهای خوب میکنن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. یعنی الله مهربان حیات پیغمبر برای ما اسوه حسنه گفته است. یعنی شما حیات پیغمبر برای خودتان الگو قرار دهید. یعنی برادرای عزیز، ما اگر خواهیم شکرگزاری این نعمت امتی را به جا بیاریم، پیغمبر ما بسیار راست قول بود، ما باید راست قول باشیم. پیغمبر ما بسیار پاک وجدان بود، ما باید پاک وجدان باشیم. پیغمبر ما بسیار با غیرت بود، ما باید با غیرت باشیم. پیغمبر ما بسیار با سخاوت بود، باید ما با سخاوت باشیم. پیغمبر ما هیچ لحظه از یاد خدا خالی نداشت، ما هم باید همیشه با یاد خدا باشیم. پیغمبر ما از الله ذوالجلال می ترسید، ما هم باید از الله مهربان می ترسیدگی باشیم. اینجا در برادرای عزیز، از این محفل ها و از این جمع آمد ها و از این قدر تردد هایی که می بینن، مقصود فقط با یک شکمی سیر بلند شدن. این برادرای عزیز حاصل آن چیزی که در اینجا باید باشد معنا ندارد. ما اول خداوند سپاسگزاری کنیم و بعدا حقیقتا برای خودمان حیات پیغمبرمان الگو قرار دهیم. بعد انشاءالله در ما و شما خیر و نیکی های زیاده البته با وجود میاد. یک حدیثی را که من بیشتری وقت همیرد گوش زد میکنم و فقط بعضی حکمت هایی که در این حدیث هست برای شما میگم، بعدا دعا میکنیم. جناب امام بزار این حدیث روایت میکند، حتی شیخ البانی هم بگیم با صحت بودن این حدیث هم دلالت کردند. حدیث حضرت عایشه مادرمان میفرماید لما رأیت من النبی صلی الله علیه و سلم طیب نفس، یک روز دیدم حال پیغمبر بسیار بسیار خوشه. یعنی در سیمای پیغمبر یک آسودگی را دیدم، یک آرامی را دیدم، یک وقتی خوشی را در سیمای حضرت دیدم. همیشه پیغمبر خدا که بسیار مسئولیت های زیاد داشتن، بسیار بسیار به دعوت که مشغول بودن، همیشه خسته بودن، میگه این دفعه که بسیار حالش خوب یافتم. حضرت عایشه مادرمان در حال میگه گفتم یا رسول الله ادعو الله لی، میگه گفتم ای پیغمبر نازنین، اکی حالت هم میبینیم بسیار حالت گوارا و خوبه، در حق یک دعا کن. پیغمبر نازنین هم در حال دستش برداشت گفت اللهم اغفر لعایشه ما تقدم من ذنبها و ما تأخر و ما اسرت و ما اعلنت. میگه دستش برداشت گفت خدای مهربان، عایشه را هر یک کمبود و لغزش و خطایی که کرده است الله مهربان مغفرتش بگردم. وقتی میگه عایشه این دعای زیبا را از جانب شوهرش از این پیغمبر نازنین که شنید، میگه فضحکت عایشه حتی سقطت رأسها فی حجزها من الضحک. اون قدر میگه
حال حضرت مادرمان عایشه خوشنود چید، آنچنان میگه تبسم کرد که حتی آمد میگه سر عایشه میگه در بغل پیغمبر خدا آمد. بعد حضرت میگه گفتش ای سر که دعایی. عایشه گفت همین دعای ما وقت خوش کرد، بسیار خوشنود چیدی از دعای ما. میگه مادرمان گفت بله ای حبیبی خدا، از دعای تو من بسیار خوشنود شدم. پیامبرمان در اینجا چی گفت برادر عزیز؟ گفت والله انها لدعوت لامتی فی کل صلات. گفت ای عایشه همین دعایی که من در حق تو کردم و الله مهربان قسم در هر یک نمازم در حق امتم همین دعا را من میکنم، برای تمام امت این دعا را من میبخشم. برادران عزیز و گرامی، حقیقتا پیغمبری که در حق ما دعاگو، برای ما آب چشم میرازندگی، آخران لحظه ها که این للموت سکرات، از برای مرگ بسیار سختی ها وجود دارد، حضرت سختی ها را یک طرف کردن و عزیزای خدا میگم بود تا زنده آن حبیبی ودود در غم عاصیان امت بود. وقتی آخر سختی جان دید گفت ای پروردگار عرش مجید، سختی جان اگر چنین باشد امتانم مطیق این باشد، سختی جان امتان من بگذار جمله را به جان من. ای خدای مهربان، این سختی، این قدر سختی ها مرگ که داشته باشد که من چشیدم، الله مهربان همه سختی های جان امت من در جان من بگذار این سختی ها را من تحمل کنم. ما برادرای عزیز این خیل پیغمبری داریم که تمام حتی غم جان خوردن ما را میخوره، تمام آن مشکلات و مصیبتی که در دنیا و آخرت داریم حضرت هم برابر ما او سختی ها را میچشد. زین لحاظ به قدر این پیغمبر نازنین رسیدن در کار، از سنت های این حضرت برادرای عزیز ما را برخوردار شدن من در کار. خداوند همه شما را ایمان کامل کرد. خداوند بازم محبت و اخلاصمون را به دین خدا زیاد بگرداند. برادر ما ایشان اسلام الدین و برادر ما ایشان ویس الدین و دیگر برادرایی که دستیاری دراز میکنن، محبت میکنن، اخلاص دارن، خداوند هر جا باشن در پناه رحمت و عصمتش نگهبان شما باشد. این چنین برادرای عزیز در حق همین دامله هایی که داریم که در هر یک گوشه ها با ما میشینن و صحبت میکنن و از هر جهت برای ما از حلال و از حرام و از شبهه آگاهی میتین، خداوند اینها را هم عمر دراز و ایمان کامل شانتید. خدا در این ملک ما و شما یک آسودگی و تینجی را بردوام نگه دارد. خدای گونه محفل ها را هم در ما و شما زیاد بگرداند. برای ما و شما شنیدن سخن خدا و پیغمبر به نهایت مهم است. برای جمعیت ما، برای وطن ما هم در کار است. این صحبت ها برادر عزیز نه تنها خیر یک همین محفل است، این خیر تمام جمهوری ما است. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیئاتنا و توفنا مع الابرار یا ارحم الراحمین.